ما پلاکم ای درخت نمیریم بچینیم ما مهنت میکنیم. این ساکنان با امید آنکه صاحب خانه خود شوند به شرکت بیناکاری سلمان انشاءات پول دادند ولی صاحب منزل نشدند. آشکار گشته است که یک خانه به چند نفر فروخته شده است. حالا آمدند و در اینجا رهبران شرکت را نمی‌یابند تا به پرسش‌هایشان پاسخ گیرند. همه آبشیم 66,000 دلار دادیم. 66,000 دلار برای دو خانه. برای دو خانه، برای یک خانه ها یا تا دو خانه ها. خانه دختر ما 5 کاسه فروخته. همه جیتلو را هر ماشه 5 آدمی دا فروخته گند خانه را. بلندوشانه‌ای که از توی شرکت سلمان انشاءات بنیاد شده است در کوچه البیرونی پایتخت است. این مرد بعد یک سال زندگی در منزل خریدش ناگهان فهمید که خانه او را به کسی دیگر هم فروختند. من همین خانه را که خریدم یک مقصد کاری خریدم زندگی کنم. من امروز خانه دیگر ندارم. من کدیم یه حالا 4 سال کوارتیران شتگی هم خانه را خریدم. ولی بعدی ما کشم میرم. ولی که مرا میکشونم. ما از همینو خواهش داریم که بداری ما رسن. من 12 سال در مهاجرت کار کردم. صاحب خانه 12 سال کدی اویلم فرزندان کرد. انا امروز میگن که میکشونی ما کشم میرم. یک از ضرری مرا کی دیدی. ما خانه را از سلمان شد خریدگیم. از کوچه نخریدگیم. میگوید مثل او در مجموع بیشتر از 40 نفر خود را جبر دیده می‌یابند. دادستانی نسبت مدیر شرکت انتظار اسدبکوف با گمان قلابی و ساختکاری پرونده تکمیل نموده به دادگاه سینای دوشنبه فرستاده است. در دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه تصدیق نمودند که انتظار اسدبکوف به مدت 14 سال محکوم به زندان شده است ولی با دلیل آنکه حکم قوای قانونی نگرفته است نمیتوانند آن را شرح دهند. تلاش‌های ما برای پیدا نمودن وکیل مدافع انتظار اسدبکوف به نتیجه ماند. دو منبع آگاه از پرونده گفتند او در مرافعه‌های دادگاهی نه همه عیبنامه را برداشت گرفته است. مشتریان از حکم دادگاه راضی نیستند و میگویند با گذشت بیشتر از 3 ماه دادرس نسخه حکم را به آنها نداده است. این در حالی است که قانونگذاری تاجیکستان دسترسی جبردیده را به حکم پیش بینی نموده است. 14 سال حکم رهبر شرکت مشکل مشتریان را حل و نگرانی آنها را کم نکرده است. شما به شرکت دادیم ما به ما انتظار ندادیم و شرکت اون پرچون انتظار اونجا در ما کسی را او بگالت را اما شاید دوره ولی میپرسم میگم من چیز از شما گرفتم من با ساختمان استفاده بردم. این ساکنان نفری را با نام مهدی کریمزاده آدمی اساسی در کار شرکت می‌یابند که به قول آنها او نیز باید پاسخگو باشد. زیرا باور ندارند که یک نفر تمام مبلغ‌هایشان را از خود کرده باشد ولی نماینده شرکت چیز دیگر میگوید. همون کریمزاده مهدی و یک شهروند دیگر جمهوری تاجیکستان وکیل سید اکمل همین هر دو نفر با اسدبک انتظار شرطنامه می‌بندند. اگر شرطنامه سهمگذاری همین همچون سهمگذار در همون شرکت برآمد میکنند. بعدا یکم عریضه از جانب همین دو نفر که سهمگذارا هستند و مقامات پرکاتورا پیشنهاد کرده می شود. در اساس عریضه همین بعد پرونده جنایتی آغاز کرده می شود. بعد دیگر شهروندان هم عریضه پیشنهاد میکنند که جبردیده اعتراف کرده می شوند. فعلا معلوم نیست سرنوشت دهها جبردیده چی خواهد شد. میگویند مراجعت‌هایشان به دادستانی کل و حکومت دوشنبه نیز به نتیجه مانده است. یگانه طلبشان این بوده است که یا مبلغ‌هایشان بازگردانیده شود یا به منزل تامین گردند.